با سلام دوستان، میخواستم اینجا یه نکته‌ای و راجع به استاپ گذاری توی این سبک که با واگرایی و با مگدی 4 برابر اینا میخواین استفاده کنین. یه تکنیکیه که خودم استفاده میکنم، خواستم دوستانی که نمیدونن چطوری استاپشون رو بذارن واسه شون زدم. خب ببینید امروز جمعه است، هفته مارس هستش. ببینیم درست گفتم هفته مارسه؟ بله هفته مارس هستش. دوستان نگاه کنین الان در تایم فریم 15 دقیقه من اصلا کاری به استتاب ندارم، فقط میخوام تیپی گذاری. ببخشید اگه صدا داره، بارون به شدت میاد، صدا میاد، نویز داره. ببینید خب کاری ندارم، اینجا سیگنال سعودی 4 برابر توی 15 دقیقه رو داریم. بعد 5 دقیقه هم همینطور که میبینید توی سقفیم. وقتی سیگنال نزولی داریم توی 15 دقیقه، 5 دقیقه باید تو سقف باشیم که بفروشیم. خب الان من میرم 1 دقیقه اجازه بدید. خب اینجا این خطه بود که من پیدا کردم، یکم زوم کنم ببینید. خب اینجا ببینید ما یه واگرایی داشتیم، هر چی دیگه هر سبکی که شما خواستین ورود کنید. من این نحوه استاپ گذاری خودم هست واسه دوستان توضیح میدم. شما میتونید از سطوح استفاده کنید، میتونید از فیبوناچی استفاده کنید. من خودم به شخصه از فیبوناچی استفاده میکنم. ببینید من این کوچکترین لگ آخری وقتی میخوام نزول بگیرم، کوچکترین لگ سعودی شو، مثلا اگه دقت کنید اینجا، از اینجا تا این نوک این شادو، این میشه آخرین لگ سعودی من دیگه. من اگه بخوام پوزیشن بگیرم دقیقاً در این کندل که نه، چون زیر این بسته نشده، این کندل. ببینید من اگه بخوام پوزیشن، اگه میخواستم بگم اینجا، من امروز هیچ پوزیشنی نگرفتم، اینجا ورود میکنم بعد از بسته شدن این کندل که قشنگ زیر این بسته شده، یا یک اینگلف خوبی به من داده باشه. خب من قبل از اینکه الان اینجا ورود کردم، استاپمو کجا میذارم؟ آخرین لگ سعودی، لیگ کوچیک. من شما میتونید این لیگ هم در نظر بگیرید، ولی من این لیگ کوچیک رو در نظر میگیرم چون توی طلا هستیم. اگه اینجا در نظر بگیرم یک پیپ زیادی میشه استاپم، واسه من صرف نمیکنه. خب ببینید از اینجا تا اینجا شما من میگیرم فیبوناچی خارجیش 127% و 162%. اگه پیپش زیاد باشه، ببینید پیپ ولیومون اینجا، الان من اینجا خواستم ورود کنم. خب اگر من اینجا بذارم حدودا 19 پیپ 20 پیپ میشه. 19 پیپ من دقیق نمیذارم، مثلا اگه 19 پیپ باشه یک پیپ هم به خاطر نوسانات میذارم، میشه مثلا 19 20 پیپ. اینجا بذارم میشه حدود 25 پیپ، یا 127% میذارم یا 162%. الان که فاصلهش زیاد شده، مثلا حدود 20 پیپی شده، من 127% میذارم. ببینید اگه اینطوری باشه اون موقع من روز 162% میذارم. پس این استاپ گذاری منه، خواستم دوستان ببینن و در جریان باشن. اگه یکم گنگ هستن واسه استاپ گذاری استفاده کنید. پس آخرین لگو در نظر میگیرید و روی فیبوناچی خارجی 120. اگه زیاد واید شد، مثلا اینطوری بود، 127% بذارید. اگه کوچیک بود روی 162% بذارید. دیگه این به صورت پیش‌فرضه. اگه قیمت به اینجا برسه، خب مشخصه دیگه قیمت هیچ ریزشی نمیخواد بکنه. الان من اگه اینجا هم ورود میکردم، ببینید اصلا به استاپ من نرسیده. استاپ من میشد اینجا، دقت بفرمایید، اینجا میشد استاپ من، اینجا میشد ورود من و تیپی 1 مشخص بفرمایید. تا تیپی 2 هم حتی فکر کنم حرکت کرده، ولی من خب این پوزیشن رو که اصلا نگرفتم، من 2 روز پوزیشن نگرفتم چون نمیرسم. ولی خواستم واسه دوستان بگم که برای استاپ گذاری
اگه خواستن اینطوری. واسه تیپی گذاری هم میتونید شما به صورت پیشفرض تیپی 2 در نظر بگیرید. ببخشید تیپی 1 در نظر بگیرید تا ریواردتون متناسب بشه. اگه تیپی 2 در نظر بگیرید ممکنه اصلا به تیپی 2 نرسه. الان فرض کنید شما در اینجا وارد میتونید از فیبوناچی اکسپنشن استفاده کنید یا همون پروجکشن. ببینید این میشه یک لگ، درسته؟ شما اینجا ورود کردید، وقتی تا اینجا میاد قیمت، خب اینجا یه لگ ساخته، اینجا اصلاح کرده. این سر فیبوناچی رو اینجا بذارید. اجازه بدید من اینو درست کنم، این ریش رو غیر فعال کنم. کجا بود؟ چرا فیبو؟ نه چرا اینطوریه؟ آها ببخشید ندونست. ببینید دقیقا میتونید 100% این لگی که داره حرکت میکنه رو شما در سمت نزول یا در سمت صعودتون بگیرید. اینجا این 100%شه. اگه دقت کنید ببینید قیمت دقیقا از 161% هم برگشته. اینم برای تیپی، ولی دوستان سعی کنید لطفاً از تیپی 1 استفاده کنید تا یکم چشمتون عادت میکنه. بعداً تیپی های بیشتر بذارید یا پارشال کنید یا ریسک فری کنید. خیلی ممنونم، ببخشید.